ترانه یعنی شکار زمانهای از دست رفته. با ترانه است که خود را به دیروز و امروز و همیشه جهان سنجاق میزنی. ترانه کمی اکسیژن به خانه‌ات میآورد. ترانه یعنی آرشیو خاطره ها. ترانه یعنی تقویم روز شمار و بغض شمار سرزمین ها. ترانه یعنی حافظه ما. خانم ها آقایان، همزمان با انتشار کتاب پای گوش ماهی ها، نخستین آلبوم صدای دریا در من کار شهیار قنبری منتشر می شود. 28 جولای 2024، 6 مرداد ماه 1403. صدای دریا در من، شهیار قنبری.